افغانستان هم در اسناد نشر شده مربوط به جفری اپستین ذکر شده، اما نه به شکلی که ربطی مستقیم به بدنامه‌های او داشته باشد. پس از آن که وزارت عدلیه ایالات متحده میلیون ها سند و فایل جدید مربوط به سرمایه‌دار و مجرم جنسی آن کشور جفری اپستین را منتشر کرد، بخش حقیقتیابی بی بی سی افغانستان فایل هایی که نام افغانستان یا افغان ها در آن ذکر شده را بررسی کرد. ما واژه های کلیدی مربوط به افغانستان را در این فایل ها جستجو کردیم. نام افغانستان در بسیاری از موارد در قالب گزارش های رسانه‌ای مختلف، تحلیل های نهادهای فعال و گزارش های رسمی و غیر رسمی مربوط به افغانستان در این اسناد یاد شده. تنها در چند مورد محدود نام افغانستان به طور مستقیم در ایمیل های دیده می شود که جفری اپستین به افراد مختلف فرستاده. نخست به ایمیل شریک زندگی و گلن مکسول می پردازیم که در آن از یک برنامه سفرش به کابل با هیجان نوشته. محتوای ایمیل خانم مکسول که در تاریخ اول اپریل 2004 به فرد فرستاده شده که در اسناد منتشر شده نام و نشانه ایمیل او سیاه شده چنین آمده: این چیزی است که تام از من می‌خواهد، این که به لس آنجلس بروم و بعد من و تو و تام غذای چاشت، غذای شب و یا چیزی بخوریم. و همچنین شاید تا 2 هفته دیگر مرا دعوت کند که به کابل برم. من خیلی هیجان زده‌ام. ظاهراً وضعیت در آنجا بسیار بسیار خطرناک است. من باید لباس ضد گلوله بپوشم و او کاملا مطمئن است که به سمت من تیراندازی خواهد شد. پیلوت‌هایش مجبور شدند برای یک فرود مارپیچی برای سفر کابل آموزش ویژه ببینند. فقط خواستم این را به اشتراک بگذارم چون تازه تماس تلفنی با او را تمام کردم و از شدت هیجان به رقص آمدم. اما در این اسناد مشخص نشده که آیا گلن مکسول به افغانستان سفر کرده یا خیر. به نظر می رسد که منظور از تام در این ایمیل تام پریتزکر، میلیاردر آمریکایی است که بنا به مکاتبات منتشر شده بارها به افغانستان سفر کرده. توماس پریتزکر سرمایه‌دار و معمار آمریکایی است. او همچنین مالک گروه هتل‌های بین‌المللی حیات یا هایت است. ایمیل‌های مبادله شده بین جفری اپستین و تام پریتزکر حاکی از روابط نزدیک بین آنهاست. او در ایمیل‌های متعدد جزئیاتی از سفرهایش را به آقای اپستین گزارش داده. در یکی از ایمیل‌های او به جفری اپستین چنین آمده: چهارشنبه به ترکیه می روم، با وزیر خارجه نان شب می خورم، بعد هم برای خوردن کباب با مکریستال به کابل می روم. به نظر می رسد منظور او از مکریستال در این ایمیل جنرال استانلی مکریستال باشد. این ایمیل در 14 ماه جون 2010 ارسال شده که در آن زمان آقای مکریستال فرمانده کل نیروهای آمریکایی در افغانستان بود. در بخش دیگری از همین ایمیل چنین آمده: من در راه واشنگتن دی سی هستم تا کسی در شورای امنیت ملی برایم توضیح دهد که وضعیت از چه قرار است که رئیس جمهور ترکیه حالا به دنبال دوستی های در ایران است. رئیس جمهور افغانستان حالا در پی یافتن دوست در میان طالبان است. همچنین در 6 ماه جون 2011 تام پریتزکر در ایمیلی به آقای اپستین نوشته: در یک دره دور افتاده در افغانستان هستم با پسرهایی که اسباب بازی در دست دارند. دیروز با پتریوس وقت گذراندم و او یک هلیکوپتر در اختیارم گذاشت. در واقع 2 تا که یکی آن به عنوان پشتیبان بود. تا فردا نمیتوانم تماس بگیرم. ظاهراً منظور او در این مکاتبه از پتراوس جنرال دیوید پتراوس بوده که در آن زمان فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان بود و بعدتر رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA شد. در یکی از مبادله‌های ایمیلی بین تام پریتزکر و جفری اپستین او از ملاقات با یک فرد ناشناس در کابل یادآوری می‌کند و تذکر می‌دهد که این فرد ظاهراً مأمور CIA زمانی با کسی به نام حقانی صحبت‌هایی داشته. جزئیات دیگری درباره اینکه منظور او از حقانی چه کسی است در این ایمیل نیامده. در پاسخ به تماس BBC برای دریافت واکنش تام پریتزکر در این مورد، یکی از سخنگویان او به ما نوشت که آقای پریتزکر نمی‌خواهد در این مورد اظهار نظر کند. ایمیلی که اندرو برادر پادشاه بریتانیا در سال 2010 میلادی به جفری اپستین فرستادن نشان می‌دهد که ظاهراً او خواسته آقای اپستین را در جریان فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان قرار بدهد و مرتبط به آن یک سند محرمانه را به او فرستاده. این سند گزارش نهایی درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری در هلمند نام دارد. او درباره پروژه‌ای توضیح داده که مربوط به بازسازی هلمند می شود. این ماموریت از سوی بریتانیا که اعضای آن مقام‌های دولتی، کارشناسان و نیروهای نظامی بودند به هدف کمک و بازسازی ولایت هلمند تشکیل شده بود که بخشی PRT یا پروژه تیمی بازسازی ولایتی بود. اندرو ماونت باتن وینزر برادر پادشاه بریتانیا سمت نمایندگی امور تجارت بریتانیا را به عهده داشت. در سال 2011 و در پی جنجال که افشا شدن دوستی او با جفری اپستین ایجاد کرد از این سمت
کناره‌گیری کرد. عنوان سلطنتی اندرو ماونتبتن وینزر که دوک یورک بود به خاطر رابطه اش با جفری اپستین از او سلب شد. بخش راستی آزمایی BBC افغانستان در این مورد با آقای ماونتبتن وینزر تماس گرفت اما پاسخی دریافت نکرد. او بارها هر گونه ادعا علیه خود در این پروژه را قویاً انکار کرده. ما نام‌های برخی از مقام‌ها و چهره‌های سیاسی افغانستان و شماری از ولایت‌ها از جمله هلمند و قندهار را در اسناد و مکاتبه‌های جفری اپستین جستجو کردیم و دریافتیم که در اکثر موارد از آنها در اخباری نام برده شده که احتمالاً از سوی آژانس‌های خبری به ایمیل او مرتب فرستاده می‌شده. به عنوان مثال نام حامد کرزی در سراسر پرونده‌های موجود 91 بار ذکر شده، اما به جای مکاتبات شخصی به طور گسترده در مطالب عمومی، تحلیلی و اخبار رسانه‌هایی بوده که آقای اپستین دریافت می‌کرده. تنها در تعدادی انگشت شماری از مکاتبات خصوصی به رئیس جمهور کرزی اشاره شده، اما در این موارد هم آقای کرزی نه فرستنده ایمیل بوده و نه گیرنده آن. این ایمیل ها بیشتر ماهیت لوجستیکی یا اطلاعاتی دارند. همچنین نام اشرف غنی در این اسناد 15 بار آمده و در همه موارد در اخبار مربوط به افغانستان است. ما به هیچ موردی از مکاتبه بر نخوردیم که نشان بدهد جفری اپستین یا افراد ارتباطی او در افغانستان با سران مقام‌های دولتی یا سیاسیون افغان تماس مستقیم برقرار کرده باشند. همچنین در اسناد و مکاتبات عمومی شده جفری اپستین در ارتباط به افغانستان تاکنون موردی را پیدا نکردیم که مرتبط با سوء استفاده جنسی بوده باشد. تذکر نام اشخاص در اسناد و مکاتبات جفری اپستین لزوماً به معنای مجرم بودن آنها نیست.